سلام، امروز می‌خوایم یه ابزار فوق‌العاده رو با هم بررسی کنیم که به نظرم میتونه روش تحقیق و یادگیری هممون رو برای همیشه عوض کنه. نوتبوک LM. بیایید ببینیم این مغز دوم هوشمند دقیقاً چطور کار میکنه. خب، فرقی نمیکنه دانشجو باشین، محقق یا یه کارمند. به نظرم هممون این حس رو تجربه کردیم، نه؟ اینکه زیر یک کوه کتاب و مقاله و گزارش دفن شدیم. ساعت‌ها وقت میذاریم ولی آخرش انگار توی یه اقیانوس اطلاعات داریم غرق میشیم. و چالش اصلی دقیقاً از همینجا شروع میشه. چطوری میشه از دل کلی مقاله و گزارش و یادداشت‌های پراکنده یه نتیجه درست و حسابی و منسجم بیرون کشید؟ اینجاست که کار واقعاً سخت و پیچیده میشه. خب، این سوال قشنگ همون نقطه‌ایه که نوتبوک LM وارد بازی میشه. یه ابزاری که خیلی فراتر از یه دفترچه یادداشت معمولیه. خب، بیایید با این مشکل اصلی شروع کنیم. سرریز اطلاعات. نوتبوک LM دقیقاً برای جنگیدن با همین چالش طراحی شده. ولی سوال اینه که چطوری این کار رو انجام میده؟ ببینید، برای اینکه قدرت نوتبوک LM رو درک کنیم، نباید بهش فقط به چشمی ابزار نگاه کنیم. اینجوری بهش فکر کنید که یه دستیار و همکار خیلی باهوش برای تحقیقاتتون استخدام کردید. این تعریف رسمی گوگل یه نکته خیلی مهم رو بهمون میگه. نوتبوک LM یه دفترچه یادداشت ساده نیست که بعداً یه هوش مصنوعی بهش بس کرده باشن. نه، این ابزار از 0 تا 100، یعنی از همون اول با این ذهنیت ساخته شده که یه دستیار هوشمند برای کار با فایل‌های شما باشه. این تفاوتش خیلی اساسیه. شروع کردن باهاش هم فوق‌العاده راحته. کلاً 3 مرحله است. شما فایلاتون رو میدید بهش، اون درجا تبدیل میشه به یه متخصص اون موضوع و بعد شما شروع میکنید باهاش به گفتگو و تعامل. به همین سادگی. اما قدرت واقعی این ابزار کجاست؟ به نظر من در تبدیل کردن مطالعه منفعل به یه فرایند یادگیری فعال و پویا. بذارید ببینیم این یعنی چی؟ این مقایسه تفاوت رو خیلی خوب نشون میده. به جای اینکه ساعت‌ها بشینیم بخونیم و آخرش هم نصفش یادمون بره، میتونیم در لحظه ابزارهایی بسازیم که واقعاً بهمون کمک میکنن مطالب رو بفهمیم و به خاطر بسپاریم. فقط تصور کنید از روی جزوه کلاسیتون در چند ثانیه فلش کارت یا یک کویز آزمایشی درست کنید و از همه مهمتر اگه یه قسمتی رو نفهمیدید با یک کلیک یه توضیح کامل و جامع ازش میگیرید که دقیقاً میگه این مطلب از کجای منبع اصلی اومده. یکی از قابلیت‌های خیلی هوشمندانه‌اش اینه که خود ابزار وقتی منابع شما رو میبینه حدس میزنه چه نوع خروجی بیشتر به دردتون میخوره و بهتون پیشنهاد میده. مثلا برای یه مقاله علمی ممکنه خودش پیشنهاد بده که بیا برات یه واژه‌نامه تخصصی از کلمات کلیدی بسازم. این یکی از ویژگی‌هاییه که من واقعاً عاشقشم، مخصوصاً برای کسایی که مثل من با شنیدن بهتر یاد میگیرن. فکر کنید به جای خوندن یه متن سنگین به یه گفتگوی هوشمندانه و جذاب در مورد همون متن گوش بدید. و جالب‌تر این که شما میتونید نوع این گفتگوی صوتی رو هم انتخاب کنید. مثلا فقط یه خلاصه سریع میخواید یا نه یه نقد سازنده روی متنتون، یا حتی میتونید به مناظره 2 هوش مصنوعی گوش بدید که دارن از 2 دیدگاه مختلف در مورد منابع شما بحث میکنن. خب، حالا بیایم سراغ برگ برند اصلی و به نظر من مهمترین ویژگی نوتبوک LM، چیزی که باعث میشه بشه 100% بهش اعتماد کرد. نکته کلیدی دقیقاً همینجاست. برخلاف چت‌بات‌های عمومی که از کل اینترنت اطلاعات میکشن بیرون و خب گاهی وقتا اشتباه میکنن یا به اصطلاح دچار توهم میشن، نوتبوک LM کاملاً به اسنادی که شما بهش دادین وفاداره. این یعنی چی؟ یعنی دیگه خبری از جوابهای اشتباه و بی ربط نیست. این شماره‌های کوچیک ارجاع در واقع قلب تپنده این ابزار هستن. هر جوابی که هوش مصنوعی بهتون میده، با یک کلیک میتونید ببینید دقیقاً از کدوم پاراگراف کدوم یکی از فایل‌های شما برداشته شده. و این یعنی اطمینان کامل، یعنی آرامش خیال. دیگه لازم نیست نگران باشید که آیا هوش مصنوعی این اطلاعات رو از خودش درآورده یا نه. همه چیز کاملاً قابل تایید و قابل استناده. خب، حالا که فهمیدیم این ابزار چقدر قدرتمند و قابل اعتماده، بیایید ببینیم توی دنیای واقعی، توی زندگی روزمره خودمون چه کاربردی میتونه داشته باشه.
کاربردهاش واقعا بیشماره، از دانشجویی که میخواد برای امتحان آماده بشه تا یه محقق که باید 10 مقاله رو تحلیل کنه یا حتی یه مدیر که میخواد نکات کلیدی یه جلسه طولانی رو سریع استخراج کنه. و خب طبیعتاً برای کارهای بزرگتر، مثلا برای تیم‌های تحقیقاتی، نسخه‌های پیشرفته تری هم در نظر گرفته شده که فضای کاری بزرگتر و امکان همکاری تیمی رو فراهم می‌کنه. پس میشه از این ابزار در مقیاس‌های خیلی بزرگ هم استفاده کرد. و این تحلیل رو با این سوال تموم می‌کنیم. بهش فکر کنید. نوتبوک LM فقط یه ابزار نیست، یه راه کاملاً جدیده برای گفتگو با اطلاعات. پتانسیلش واقعاً هیجان انگیزه و تازه اول راهه.